شروع مسیر معامله‌گر شدن. اول اینکه بدون بهترین تصمیم زندگیت رو گرفتی. دوم اینکه باز بهترین تصمیم رو گرفتی، چون ما رو انتخاب کردی برای شروع یادگیری. قبل از اینکه شروع کنیم باید راجع به یک سری مسائل حرف بزنیم. تازه کانال رو اندازی کردیم، سابسکرایب یادتون نره، گممون نکنید. آماده ای؟ شما 1 ساعت مچی رو در نظر بگیرید. چه مکانیزمی باعث میشه ساعت همیشه زمان رو به درستی به ما نشون بده؟ درسته؟ حرکت منظم چرخدنده‌های ساعت باعث میشه که ساعت به درستی کار کنه. شخصیت معامله‌گر هم باید مثل 1 ساعت باشه. اگر یه دونه از چرخدنده‌ها هم خراب باشه ساعت درست کار نمی‌کنه. اینجا قراره هر کدوم از چرخدنده‌های شخصیت معامله‌گری رو بشناسید، وظایف و قوانینشون رو هم یاد بگیرید. در اپیزود بعدی قراره این چرخدنده‌ها رو یاد بگیرید و بهتون نشون میدیم. اینجا قراره کلی مانی در بیارید. هیتس آکادمی رو فراموش نکنید، سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.